پدران عروسی که تقریبا 3 میلیون از پول شربه‌های تعیین شده را بر دامادهای خود بخشید. این چنین زیبایی و این چنین معنویت در هیچ برنامه عروسی دیگر نبود. کاری بسیار ثواب و بزرگی است که انشاءالله الرحمن انجام دادند. خاتم انبیا یا رسول الله، دلبرا سرورا، خاتم انبیا لبیک یا رسول الله. و جمال دلربایش انشاءالله دست ما به مکه معظمه اعتاب مقدسه و مدینه منوره برسه. بلند صلوات. پیغمبر نازنین اسلام گفت ازدواج سنت من است و بهترین ازدواج آسان است. محفل امروز مصداق بارز حدیث پیامبر اسلام است که ازدواج آسان و با شکوه. این مراسم زیباست چون مصداق بارز حدیث پیامبر اکرم است. ازدواج اسلامی، ازدواج آسان در این برنامه زیبایی‌های خاص خود را دارد. صدها خانواده عاشقانه فرزندان خود را امروز در لباس دامادی می‌بیند که در زیر شعاع آیات کلام الله مجید مراسمشان برگزار می‌شود و در اینجا صدها متنفذ ما چه در داخل و چه در خارج و ده‌هایشان اینجا نشستند که کمک کردن بخش مالی را و ما 47 قلم جهزیه برای یک خانواده تازه تشکیل آماده ساختیم و این مراسم با شکوه را برگزار کردیم. سپاسگزارم از ده‌ها پدران عروسی که تقریبا 3 میلیون از پول شربه‌های تعیین شده را بر دامادهای خود بخشید. این چنین زیبایی و این چنین معنویت در هیچ برنامه عروسی دیگر نبود.
بنیاد شهدا افتخار دارد دهها متنفذ ما هفته‌ها در هوای گرم زحمت کشید تا تدارکات این را آماده کرد. وعده‌ها که صدها جوانان ما هفته‌ها تعلیم دید تا در نقش تشریفات و تنظیمات خدمتگزار عزیزای ما باشد. دقیقاً حدیثی از حضرت امام موسی بن جعفر است که 3 گروه در روز آخرت، روز یوم الحسرت، زیر سایه عرش است. یکی از این گروه ها آنهایی هستند که زمینه ازدواج به فرزند مسلمان را مهیا کردند. ما سپاسگزارم از متنفذین ما که با قلب سلیم خدمتگزار مردمش شد. بنیاد شهدا این 4مین برنامه است، برنامه سمای فرشتگان، برنامه حیات بخش و زیباست که اجرا میکنم. من تبریک میگم برای تمام دامادا و بعد تمام عروس خانم ها که امروز آغازین زندگیتان آغاز میشه. در حقیقت فردا یکی از قهرمانای زندگیتان با شما همراست و هم سفر است. و همچنان برای دامادهای عزیز تبریک میگم که خداوند از جنس خودتان خلق کرد، با قلب مملو از عاطفه و محبت و ایمان در کنار شما قرار گرفت و این نعمت بزرگ خداوند را سپاس نمایید. باز هم برای خانواده‌های عروس و داماد تبریک میگم. به نظر من با گسترش و برگزاری همچون محافل خدا پسند نیاز به یک انقلاب همگانی و نیاز به یک مبارزه فرهنگی می باشد که در آن علما، دانشمندان، فرهنگیان، جوانان، اصحاب رسانه همه سهیم باشند تا در آینده یک جامعه سالم داشته باشیم. مسئولین محترم بنیاد خیریه شهدا و در رأس شخصیت توانمند جناب دکتر غلام سفری با همکاری خیرین عزتمند همیشه تلاششان بر این بوده تا یک محفل برگزار نمایند با شکوه و نشاط، به خصوص از نظر فرهنگی با ابتکار مدرن که مورد علاقه و پسند جوانان امروزی قرار گیرند. فرشتگان که رهسپار خانه بخت هستید، حضور شما از یک طرف بهترین نحو مبارزه با فرهنگ غلط و مصرفگرایی است و از طرف دیگر حامل پیام امر به معروف می باشد که گویا یک دختر خانم معجبه و یک خواهر مسلمان با حفظ و رعایت حجاب اسلامی می تواند در محافل و مجالس عمومی حضور عزتمندانه داشته باشد. با امید خوشبختی زوجهای عزیز، با امید افغانستان آباد و سربلند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این جلسه بزرگ و جلسه با برکت و با میمنت که در روز بسیار با میمنت از لحاظ معارف شیعیان برگزار شده است، برای این جوانان که آغاز یک زندگی نوین را کرده اند، برای این جفتای جوان تبریک میگویم و از خداوند جل علی شأنه برای این جفتهای جوان زندگی خوش، زندگی توأم با سعادت و محبت تا آخر عمر استدعا میکنم و خداوند تبارک و تعالی و برکت این روزها و این محفل بسیار باشکوه و قدوم این جوانانی که امروز آغازگری یک فصلی از زندگی خودشان شده اند، به برکت این و به میمنت این روزها و این قدومها صلح دائمی، آرامی این چنینی را از ملت افغانستان و از مردم افغانستان نگیرند و بر این امنیت و آرامی ما بیفزایند. اجماعاً صلواتی. خواهال کرگویی نشوه، وعده ای که دادم انشالله رحمان کوشش میکنم که به وعده خود وفا بکنم. گپ دومی را که من میخوایم بگویم و تشکر از بنیاد شهدا که اساس خیر را گذاشتن این جلسه را برگزار کردن، باید برای متصدیان بنیاد و برای مسئولین بنیاد، برای اولیای امور بنیاد و برای کسانی که بنیاد را کمک میکنند از خداوند برای تک تک از اونها طول عمر استدعا بکنم و این کاری بسیار ثواب و بزرگی است که انشالله رحمان انجام دادن. دوستا مگر چی اینجا چند مورد یادداشت کرده بودم در ارتباط با تشکیل قانون خانواده که در آموزه های دینی چقدر تأکید شده و چقدر ثواب دارند. کسی که برای دو جوان کمک میکنند که اون کمک سرانجام ایجاد یک تشکیل خانواده میشن، بسیار 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 در اسلام ثواب بزرگ و عظیمی دارند. به نمایندگی از مرجع عالی قدر فقیه اهل بیت مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله العظمی حاج واعظزاده بهسودی دام ظله العالی وصلت و پیوند 104 عروس و داماد گرامی که امشب در محضرشون و در مجلس جشنشون قرار داریم را تبریک و تهنیت عرض میکنم. معظم الله مرجع عالی قدر ما بسیار بسیار مشتاق بود که امشب در این محفل نورانی و در این جشن بزرگ ملی ازدواج دست جمعی سماع فرشتگان
حضور یابد، اما بنا به مشکلی که پیش آمد معظم از حضور در این جمع و در این مراسم با شکوه معذرت خواستند و فرمودند سلام مرا و تبریکات صمیمانه مرا به زوجهای گرامی، عروس و دامادهای بزرگواری که امشب مجلس جشنشون برگزار می شود و خانواده های محترمشان برسانند. تشکر می کنم از بنیاد خیریه شهدا که در عرصه خدمات اجتماعی مخصوصاً برگزاری مراسم ازدواج‌های دست جمعی گام‌های بلندی برداشته و چندین دوره در این امر موفق بوده است. فقط یک نکته اشاره می کنم چون وقت نیست. محضر زوجهای عزیزی که امشب در محضرشون هستیم که ازدواج پرواز است. هیچ کبوتری با یک بال پرواز نمی کند. هیچ هواپیمایی با یک بال از زمین بلند نمیشه. هیچ خانومی با یک گوشواره عروسی نمیره و هیچ انسانی با یک کفش بیرون نمیاد. کبوتر 2 تا بال، هواپیما 2 تا بال، گوشواره 2 تا، کفش 2 تا، ریل قطار 2 تا. ازدواج هم پرواز است. زن و مرد، عروس و داماد با هم باید پرواز کنند و زندگی را بسازند و با هم زندگی را کامل می کنند. ازدواج امر مقدس است که خدای متعال فرمود. قرآن کریم می فرماید ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از نشانه های الهی این است که از خود شما برای شما زوج آفرید تا به واسطه او آرام بگیرید و بین شما مودت و رحمت و لطفت و مهربانی حاکم شود. نکته مهم این است آقا دامادهای عزیز، عروس خانم‌های بزرگوار، خواهران گرامیم، زندگی مشترک زمانی و کمال میرسد که همراه با معنویت شروع شود. زندگی مشترک زمانی زوج را کامل می کند که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشد. الحمدلله ما علوی هستیم، خواهران ما زینبی اند، زهرایی اند. الگوی ما امیر المؤمنین و حضرت زهراست. زهرا سلام الله علیها همون شب اول عروسی به همسرش امیر المؤمنین فرمود علی جان نصلی فی هذه اللیله نعبد الله فی هذه اللیله. امشب که شب اول زندگی مشترک ما هست و قرار است یک عمر زیر یک سقف زندگی کنیم، از همین امشب خدا را بیشتر و بهتر عبادت کنیم. شب اول زندگیمان با معنویت آغاز شود.
شاکر و سپاسگزاریم از اینه که بنیاد خیریه شهدا را توفیق عنایت نمود تا 4مین جشن عروسی دستجمعی این عزیزان را در بهترین زمان و بهترین مکان برگزار نماید. بهترین زمان شب ولادت امام موسی کاظم علیه السلام. بهترین مکان قصر، نماد وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان. این قصر که شاهد خونریزی ها، برادرکشی ها، ویرانی ها بود. این قصر معروف شده بود به زمین زخمی، اما در این لحظات نورانی مایه امید شده است برای این زوجهای جوان که زندگی مشترکشان را از اینجا آغاز نماید. بنیاد خیریه شهدا در این دور بیش از 3.5 میلیون افغانی در این مراسم هزینه نموده است. برای 104 زوج جوان 45 قلم جهزیه‌ای که ضروریات زندگی اولیه یک خانواده را کفایت نماید در اختیار این عزیزان و خانواده ها قرار داده است که هزینه هر زوج مبلغ 34,000 افغانی گردیده است. این خودش یک نوع تابو شکنی است. مبارزه با رسم و رسومات و عنعنات ناپسند در کشور. از یک طرف فقر و بیکاری و نداری در کشور دارد غوغا می نماید، از سوی دیگر رسم و رسومات ناپسند و کمرشکن و تویانه های گران و گزاف جوانان عزیزمان را زمینه ازدواجشان را به تعویق می اندازد. جوانان عزیز ما برای اینه که هزینه عروسیشان را تهیه نماید سالهای سال باید طول بکشد، یا اینه که به خارج از کشور سفر نماید. بیایید عروسی دستجمعی را بیش از این در کشور فرهنگ سازی نماییم. جا دارد که از خیرین بزرگوار که در این مراسم سهم گرفتن و کمک نمودن که 72 نفر از خیرین شما، از هموطنان عزیز شما، چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور هزینه این مراسم را به عهده گرفتن و بنیاد خیریه شهدا را اعتماد نمودند. انشاءالله که خدای متعال از همه خیرین و بزرگوارانی که در امر ازدواج دستجمعی سهم گرفتن، زحمت کشیدن، صمیمانه تشکری و سپاسگزاری به عمل بیاوریم.